در نهایت جری هیولا دیگه میتونه راحت بخوابه. کمک. یکی بهم کمک کنه. کمک. نزوکو، من همیشه برای کمک به تو اینجا. تا حالا تانجیرو رو از این زاویه ندیده بودم. امروز 2 ویدیوی سوپر سمی از کانال میت کنیون رو دوبله کردیم. خوش اومدین به چنل اسرافیل. بریم سراغ دوبله خفن امروز. لذت ببرید. خواهر عزیزم، عجب بوی خوبی میدی. پرنسس کوچولوی بوگندوی من. تانجیرو، بالاخره پیدات کردم. به بوی درد سر میاد. تانجیرو، اومدم دنبال خواهرت. دولت اعلام کرده تو دیگه از این به بعد صلاحیت نگهداریشو نداری. زخم روی سر تانجیرو این دیگه زخم نیست، میدونی؟ مستقیما دروازه ورود به کهکشانه. اگه داخلشی میتونی وارد یه بعد دیگه بشی، حس میکنم. تانجیرو رسما الان تبدیل شده به تانجیرو ورس. آدم ازش میترسه. این خواهر منه. هر کاری براش میکنم. صداش اومد. کجایی؟ اون کجاست؟ بوهای خیلی زیادی ازت حس میکنم کارگاه. برای شجاعت یکی از اون بوها نیست. از اون جبهه فاصله بگیر. نزوکو کیوتر از نزوکو نبود. ظلم در حق بدبخت، انقدر زشت درش آوردن. لطفاً کمکم کن. کمک. خواهش میکنم کمکم کن. بوی درد سر میدی. او خدای من. هر بویی که تا حالا تولید کردی رو حس میکنم. با این دختر بیچاره چیکار کردی؟ کمکم کن. او خدای من. حمله آبی. دقت کردین؟ گفت حمله آبی ولی با چاقو حمله کرد. دمت گرم. به هر حال حمله است دیگه. غم‌انگیزه. این جونور حتما زندگی طبیعی داشته قبل از اینکه تبدیل به چنین موجودی بشه. جری از دفتر حفاظت از کودکان مونتانا. این موجودات خیلی روی ظاهر سازیاشون کار میکنن. در نهایت جری هیولا دیگه میتونه راحت بخوابه. راحت باش برادر، کاملا درست داری میری راهو. خواهرم انیمه دیمن اسلیر رو دیده، میگه تانجیرو قدرت بویاییش تو انیمه قوی بود، واسه همون بدبخت و اینطوری طراحیش کردم. کمک. یکی بهم کمک کنه. کمک. نزوکو، من همیشه برای کمک به تو اینجا. طبیعیه که حس خوبی نسبت به فکرای تانجیرو برای خواهرش ندارم. برای نزوکو نگرانم. میتونم تمام روز بو کنم تو رو. خواهر عزیزم. بوی خانواده میده. اون مرده که قبلا اومده بود از دفتر محافظت از کودکان بود. بنده خدا تانجیرو رو رسما یه کودک آزار توهمی نشون داد ویدیو. بریم سراغ دوبله دوم. نشتی هنوز ادامه داره. باشه درستش میکنم، ولی قبلش باید این دامپلینگ های خوشمزه رو بخورم. ابوالقاسم لطفاً. عزیزم تو همیشه غذاهای خیلی خوشمزه‌ای درست میکنی. آخه چقدر کیوتن دوتاشونم. کوچولی. میتونم کمکتون کنم؟ ابوالقاسم گوش کنه، ما مهمون نمیخوایم. میتونیم تعمیرش کنی؟ چی رو تعمیر کنی؟ میتونیم تعمیرش کنی؟ این ویدیو رو هم از روی کاراکتر کارتون باب سازنده درست کردن. بچهای ایرانی گمونم خیلی خاطره ندارن باهاش، ولی خب جمله معروفش همینه. میتونیم تعمیرش کنیم یا همون can we fix it؟
میتونیم تعمیرش کنیم. ابوالقاسم این ناقص الخلقه رو بیرون کن. جوفونتیه. کرم روده محمد قلی هم اینقدر دراز نبود. این دیگه چیه؟ یولداش مطمئنی که حالت خوبه؟ اون ناقص الخلقه چی بود آخه؟ کدوم گردنی اینقدر درازه؟ نمیدونم این چیه. شبیه فیلمای ترسناک شد، از اونا که یهو میپرن جلو دوربین. میتونیم تعمیرش کنیم. ولمون کن، از اینجا برو. اونو ولش کن بره. آمیا جدی شبیه اون زربان مسئله شد که میگفتن یه چشمش اشک یه چشمش خون. دلم سوخت واسه بیچاره. خودتو نشون بده ترسو. اونو کجا بردی؟ آمیا کجاست؟ چطور کسی که نمیتونه خونش رو تعمیر کنه میتونه از خانوادش محافظت کنه؟ این احتمالاً منطقی ترین حرفی بود که امروز شنیدم. پسش بده. اونا پس بده. تو نمیتونی تعمیرش کنی. بابا فقط به خاطر اینکه سقف چکه میکرد زندگیشون رو اینطوری کرد. منطق. سالهای زیادی از اون اتفاق گذشته. من حالا هر روز یه چیزی رو تو خونه میشکنم تا اون بیاد، ولی اون هیچ وقت نیومد. هیچ وقت نیومد که منو ببره پیش آمیا. این واقعا غمگین بود خلاف ویدیوهای دیگه. امیدوارم از دوبله امروز لذت برده باشیم و شبتون خوش.